سلام دوستای گلم، خوش اومدید به این ویدیو. امروز توی این ویدیو قراره یه ترکیب خفن اکریلیک اورنج رو بهتون معرفی کنم که به اکریلیک اورنجمون که قبلا درست کردیم پودر فرش اضافه میکنیم. خب بریم سراغ این آموزش. در مرحله اول که یه ظرف پلاستیکی نیاز داریم مثل همیشه و یه ترازو. خب رو ترازو میذاریم. ما اینجا میخوایم یه 10 گرم از این پودرمون درست کنیم، یه اکریلیک اورنج درست کنیم. واسه این کار به 7 گرم اکریلیک اورنج معمولی نیاز داریم، یعنی واسه ساخت 10 گرم به 7 گرم اکریلیک اورنج معمولی نیاز داریم. خب یکم از 7 گرم اضافه شد، اینو کم کنیم. این ترکیب صدای اکریلیک اورنجتون رو کاملا چند برابر میکنه و پودر فلش یا باروت تندسوز که آموزشش رو توی چنل گذاشتیم. خب همونطور که میدید 7 گرم شد پودر اکریلیک اورنجمون و 3 گرم هم پودر فلش بهش اضافه میکنیم. خب 3 گرم هم شد پودر فلش. حالا نیازی که اینو همش بزنید، خوب هم ترکیب بشن با هم، که توصیه میکنم توی ظرف دربسته باشه و پلاستیکی یا با یه قاشق همینطوری ترکیبش کنید، هم بزنید. بعد اینکه ترکیب شدن با هم، حالا این خیلی خوب با هم ترکیب نشدن اینا، برای اینا یکم هم میزنن و میریم سراغ ادامه ویدیو. خب من اینو خوب قاطی کردم، همش زدم و الان آماده است. به یه ظرف پلاستیک نیاز داریم. بازم این بار من میخوام وزنش کنم، حدودا 5 گرم رو میخوام باش اکریلیک اورنج درست کنم. خب 3 گرم، 4، خب اینم نزدیک 5 گرم از این موادمون. خب مثل همیشه به چند تا تیکه سنگ نیاز داریم، چند ریز سنگ در این حد. خب یکم اینجوری مخلوط میکنیم، دستمون هم میزنیم که این سنگاش کامل جای خودشون رو بگیرن، جای خالی رو پر کنن اینا. خب میپیچیمش آروم، یکم تو دستتون باهاش بازی کنید که این شکلش گرد بشه کامل. خب یکم بپیچید و با گرچی قسمت های اضافی رو ببرید. اینو دیر نگه دارید و اول کاری از یه تیکه نوارچسب استفاده کنید. اگه این ویدیو دیدید و از ویدیو خوشتون اومده، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.
خب اینم از اکلیس آرنجمون که آماده شد. از اون ترکیبی که درست کردیم ریختیم توش و هیچ چیز اضافی نریختیم، همونه. اینم تستشو احتمالاً آخر این ویدیو ببینید. اگه تو این ویدیو هم نذارم توی یه ویدیو جدا تست اینا رو حتما میذارم. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.